زنای گوش شنیدن است که سخن یک دختر را با شهوت بشنوی و از او لذت ببری. کسی با یک نامحرم با شهوت حرف میزنه، این زنای زبان است. و زنای دست گرفتن است، زنای پا به سمتش رفتن است. اگر در یک میدان وسیع همه را جمع کرده شود و بلند صدا زده شود که ای مسلمین، در میان شما چند کس از دست خود بلند کنه، از حاجی صاحب، مولا صاحب، شیخ صاحب، تبلیغی صاحب، صوفی صاحب، دست بلند کنید که چند فیصد شما به دختران نگاه نمی کنید، چشم چرانی نمی کنید. به نظر شما چند فیصد پیدا میشه؟ چرا ما گله از خدا میکنیم؟ چرا ما شکایت از الله میکنیم که خدایا چرا بچه‌م اصلاح نمیشه؟ چرا در زندگیم برکت نیست؟ چرا خیر در زندگیم نیست؟ چرا در کسب و کار من برکت نیست؟ چرا در خانه میرم خانه میدان جنگ شده؟ چرا در خانه میرم تبدیل به جهنم شده؟ هیچ کس به سخن من گوش نمیکنه. همه علت اساسیش گناه است.